برای کامی بگو، من برای کامی میخوام بفرستم. اون که اینقدر دل رینبو لوز گاییدم. آجمین گل چشم آقا ما زیر صندوق رو بزنم. همین جان بفرم کافی. کافی دوستان سوهل گیر کرده. دوستان ما داریم کافی رو میزنیم بریم دنبال عمو سوهل. بدقول عزیزم دهن ما رو گاییده دیشب. خیلی بد سفره. بعد سفر که نمیشه گفت ولی بدقول داره میشه کم کم دیگه. بعد سفر که هنوز معلوم نیست دیگه ما رو سوراخ کرده. من حتما باید برم آرایشگاه. قرار ساعت 2 بره الان 4 هنوز نرفته. دوستان ما بعد کافی اومدیم جلو در خونه عمو سهیل اینا. اینم ضبطمه اینم کافیمه. ما زیر کافی نخوری پنیک میکنی؟ هدک میشی؟ اصلا کافی نخورم روزم روز نیست. نه تو کس خواهر بالا کافی. 2 hours later. آقا جاکش همین الان رسیده. شما گفتی 10 دقیقه الان 22 دقیقه از شما دیر کردی. خود سگم کن. خیلی بیادگی. آجا همین با این ماشین قرار نیست بریم. با این ماشین قرار بریم. لذت داره میبره. چجوری هم؟ چیز بگی. خب دوستان این از افقی خودم رو برداشتم داریم میریم. بگی بالاتر. دست فرمون مازی کرکس. دست فرمون آقا مازی کرکس. آقا همه دارم گرد ممنونه. همه مالی با بریم؟ مدنی داره. مدنی مالی دیگه. خب مالی خلوته مثل اینکه. اوه آقا مازی ها کپاوی رد میکنه. دوستا منتظر باشید رسیدیم. میخوایم ولاگ ترس رو شروع کنیم. ساعت رو بگیم ساعت به زبون چینی داریم. ماشین بوق نداره بریم تو جاده. بنازم سانست و دریا گله میتونم خودت یه جوری بفرامی دختر من سفید خوش میشی پیش من. آتین و دریا بازی کرد اون از قشنگ من نبود. میرفت قرار منو یکی نکن اصلا با اون چی ندار. لب خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینجا کجاست؟ تلفن همراه استفاده نکنید. چند دقیقه دیگه میرسیم. این تلفن همراه نیست این اسمارت فونه. آجمی آسوه آقا تفرش و بنگر. آقا تفرش و بنگر کجاست پس؟ اینی خود خری نکن گل پایگان بخورید که بریم ماجراجویی. ماجراجویی؟ میبرم ماجراجویی الان امشب همین امشب؟ همین آقا من برسم نه دیگه فردا یه خونه ای باش داداش من راننده بودم. البته تو راننده بودی؟ کمرم دارم استرسشو منو همین کشید. بخواب بو بگی آقا جاتون خالی آقا. عجب کباب محلی الان میگن تست نکرد یا تست کرده قبلا هم اومده. بزنم اینجا یه لقمه جلو دوربین بزن. آقا نوش جان آقا. خیلی چرب خوبه.
دوستان داشتم ما رو برای قبرستون اینجا شرسک نیست. الان میخوام این پشتش. برو چراغا رو خاموش کنم. اینجا رو برو سمت چپ سایه. خاموش کن. هیچ کی این تو نیست. نترس. بابا نمیگیره. اللهم صل علی محمد. شب جمعه هم هست. چه غافلگیر شد. شب جمعه نیست. چون اون وسط اون توهم نمیزنید یکی نشسته باشه پای قبری چیزی. رندی هم تو خودم هست. اون در پشت رو می‌بینی تو اون در با پیاده بریم پشت. پیاده شما ماشین پارک کن. من میای. همین پشت حال بیایم. بابا اینا چیزی نیست. یعنی باشه می‌خوام پشت قبرستون چیزی نیست. می‌خوام آتیش بزنم. چراغا رو خاموش کن حالا. چراغا رو اون میکشن و ماشینمون رو می‌ریزن. هیچ کاریمون نه. من هر شب اینجا با کیاواش میاد آتیش روشن می‌کرد 12 یک می‌شست. آقا همین سویتر رو یاد ندارم به یکی دیگه. بابا بعد شماره کارت می‌فرستم نفرستادم. خب بچه‌ها ما اومدیم اینجا اقامتگاه. بریم دیگه چه خبره؟ برو مسیر ما یه ذره مسیر برای بچه‌ها بگیم. اصیل 500 این چیشه؟ غذا میدن؟ حاجی بچه‌ها میتونیم بخوابیم ما به خدا. به خدا کاریمون هم نداره. ما علاق نمیتونیم بخوریم. اهوز. یه فیلم بگین اینجا. بچه‌ها داریم از تمدن دور میشیم. ترکیا روشن میکنیم. من اینجا جای زندگی کردن من اگه جن بودم تو این تاریکیه میرفتم. همینجانو اینجا رو برای ما گرفت. اقامتگاه نمیدونم کجا میشه. زای چرا خاموش کردی؟ در رو ببندم؟ بله فکر کنم قدر گفت در رو ببند. بدون من دستم ببند در. اینجا خیلی جای با صفایی آموزهای ترسیده. خیلی بدم ترسیده. اینجا فکر کنم دستشوییشه. برو من اشغال کنم. همین چرا اینجوری؟ کتابخونه واسه رفتم دستشویی بیرون. واقعا اگه مار بودم تو اون دستشویی قایم میشدم. یه در کوچیکم تاش داشت. اگه جن بودم پشت اون در قایم میشدم. بعد نگو اینجا دستشویی داشت. این خاک بر سر من. دستشوییش بو گل میده. بخو جدی میگم. بو گل میده. گل نه بو خوب میده. جدی بو گل. همون سری برام قلیونم گذاشتم اینجا. حاجی قلیون. بابا این کفتر رو تو بیم پیاده شدم زن لاغره دیدم در رو بس قفل کرد. حاجی اصلا بعد زنه وایساده بود من رو نگاه میکرد. ایه؟ نگو من نت میخوام. بچ مالیم بیرون. ای یه جلوی بوم گردیه. اون ته معلوم چیه. برو دوستان بچه‌ها گفتن اگه تا اون ته بریم. بابا سال اشتباه کردیم گفتیم الان یه لیوان عرق خورده اسکو دل شیر داره. این الان بهش بگی برو رونی کلمن مچ بنداز میریم میندازه. اونجا هست برو توش ببین چه خبره. برم توش ببینم چه خبره. آره اصلا خونه است بریم. دوستان خیلی راهه. یعنی قشنگ تو دوربین معلومه. قشنگ یه دقیقه راهه. بابا از دم خونم تا سر کوچه راه سوی. نکنید هیچی اصلا معلوم نیست. بعد تو دستشویی سولی در کوچیکه درش بسته است. این دستشوییه؟ آره. میپیچونه 50,000 ریال دیگه. نفر 5 تومن بهش میدیم حال. 10,000 تا پول نقد مملکت بهش میدیم. الان همون تصدیابیات رو میدی نجاتش بدی؟ آره؟ مازیار نه همون تصدیابیات مازیار بگی کمک تو میری؟ نه بعد صداش قاچ. نه آره خوبه بسیار خوب. اگر اینجوری هست من اصلا دیگه نمیام این بر. من نمیبینم دست بزنم. نمیبینم مطمئنم پشماش ریخته حالا. خوبه داری میاد سوال اگه الان مثل مادر شده باشه تو اویزده تبدیل شده باشه برگشته باشه چی؟ چرا داری میدوه؟
مازیار بیسی کیه؟ آجی خیلی خوب. نرفتی ولی رفتم. نرفت. چی بود؟ درش رنگی بود. تهش در چوبیه بزرگه. پشتش هم یه چوب گنده گذاشتم. فردا باید چک شه پولشو دریافت کنی. حل. 50,000 ریال بود دیگه درسته؟ 10,000 دو قدم راه رفتی. 100,000. گفتم 100 تا. ویدیو هر چی بود باشه. خب شما هم صحبت کردید. بچه‌ها میترسن تو اتاق بخوابم. نه من میرم تو اتاق میخوام کاری ندارم. بفرما. الان که فیلم ببینیم. درست شده داریم فیلم. بله میخوایم فیلم ببینیم دوستان. بچه متاسفانه شو یه ذره دیر رسیدیم. همه جا بسته بود. اینا هم برای تورا گرفته بودیم مونده. حرفی داری؟ کیو دارم میگه؟ قدیم بکشیم. کسخلو بکشیم. پیچ‌ها اعتماد نکنید. بچه فیلمو هست و لخمه کاری و یه بطری کنیم عرق. اما از در بالا هشون پیک مهکارت بیا تا سویت سر نکشیده ودکارو. تو اما سویت تو سک میخوری نمیشه از سویت تیاری میزنی ها کسخل. هم پس خیلی طبیعی بود. بچه فیلم نمیگرفت معاشه بگیم. آقا پاتو برمیدار جلو فیلم ما. بچه ما بعد فیلم دو میخوایم بزنیم بیرون از خونه فیلم میگیرم براتون. خداحافظ. چه غلطی داری میکنی؟ دوستان بچه ها کنگوشا ما باید پاشیم بریم خرید کنیم. میری تو خون میخری حرف من من چی مسئولم؟ میری تو خون میخری حالا من میگم 8 تا بابا 6 تا تخم مرغ و نون بخر با کره. عدد به اینجا بکشی بری آب پرتقال هم بخر بریزیم بخوریم بده. خب دوستان اومدیم حسین نقوسان. دیشب توی تفرش اقامتگاه پیدا نکردیم مجبور شدیم بیاییم نقوسان. یه اقامتگاهی بود. ویدیو چی؟ نه حسین داریم میره همون. بله ما از همون اومدیم و بذار بیرون نشون بدم. ما باید جمع کنیم یه نون هم نمیره بخره. خیلی هم آدمای خفنی بودن. الان دارم میرم نون بگیرم و تخم مرغ و سوسیس و از این داستانا. اینقدر مازیان نیومد دیگه برام یه چی آوردم بکنیم. ببینم یک وسط بگیر. اینا هلوهای باغشونه. آره همینجاست. دوستان این اقامتگاهی که اومدیم آقا کرکس یه دفتر ثبت خاطرات داشته. مردم اومدن خاطرات قشنگشون رو نوشتن. طلب تو در گروگان خداست زان که هر طالب مطلوبی سزاست. خب بچه ما هم تصمیم گرفتیم برایش اینجا یه ذره DLC موسیقی طراحی کرده لئو جیمینی کرکس. اینجا ما یه قلیون کشیدم. لئو جیمینی کرکس ها. بعد نشون شوخیه به صفحه بعد تصمیم گرفتم اینجا هم یه سری چجوریه ما این شب سوربایک کردیم اینجا رو براشون نوشتم. امضا رو بزنیم من میگم. آره سالگرد مهسا امینی هم هست. ما به یادی به امید آزادی دختران سرزمین و آقا سر امضا رو بزن. آقا اجازه. حل امضا تمومه. تخم زیرش کشیدی. تخمه اینو بگی. چی زیرش کرد؟ آقا جمی سهیلش رو نوشتم دیگه سهیل. بس متن نخونده امضا کرد. چونش بالا از ماشین الان مثلا صدای باد داره اذیتتون میکنه میدونم، اما ما از اقامتگاه زدیم بیرون و داریم میریم به سمت تفرش. جاده رو داره میجوه مازیار. بس گفتم آروم برو به طرف آمدیم. بذارم همینجوری مسیر رو میگیرم آجی. سوال اینو بذار همینجوری بذار مسیر رو بگیره اون رو. آقا مازیار نتونست داره میگیره. آره من رفتم بقالی. مازیار نتونست پخمه و 4 تخم مرغ بگیره بخوریم مجبور شدیم این چیزای صنعتی و پرشکر رو وارد بدنمون کنیم. دوستان وایسی من توضیح بدم. ولی خوشمزه است.
دوستان من رفتم تو اون روستایی که بودیم. چی بود؟ آناناس برای من ببین چیز دیگه داره. آره 3 تا چیز پرتقال بیار. دارم توضیح میدم. تو اون روستایی که ما بودیم دوستان چیز نبود، بقالی نبود، برای همین مجبور شدیم بیایم بیرون. بقالی مگه میشه توی روستا نباشه؟ نبود آقا من پیدا نکردم. آروم بود. چه اومدیم یه جای بابا چی؟ آبا خوش آبا هوا باریکلا همون سهیل بچه ما این مسیر خیلی طولانی راه رفتیم حاجم این گردو رو گرفتم بکم یه کلکی کنیم گردو رو حاجی ما خیلی راه رفتیم شما باورتون نمیشه شاکرم محمد پایین بله میریم قنات قربان شما کارش درست نکن جا پارک نیست دیگه همه اون پایین پارک میکنن یعنی بالایی ها فقط به خودی ها میرسن 2 hours later حاج امین گل گلاب دلت میاد انرژی تو ریترن کن ریترن من واقعا خستم آب به پا بده تو آب حال بیار بچه ها آتیشو دارن ردیف میکنن که بپاچیم یه ذره رو اینم بریز حلش بسش نه زیاد نریزی و به چخ میری گرفته اینجا رو کن یا اول فضل الو ویوره چاکر همون خیلی کمکمون کرد تا بتونی آتیش سرخپوستی رو راه بندازی همون سوه در همون خربزه پوست گرفته پوست گرفت آتیشه داره اذیت هم میکنه من دارم فاصله میگیره چه آتیشی ولی چه آتیش کنده رو ببین انداخت توش دود از کنده بلند میشه دود از کنده بلند میشه دوده آجا این بزن شاتش من واقعا خوابم میاد اسلایس رو بگیر اسلایس کوچولو سرشه منم برم بزنم دیگه خدافظ ببین چی کار کردن یا با همین همش بزنه بگیر کرکس رو شوخی کردن توره کبی امیدوارم که لیوای اورمصطفی رو آورده باشه اینا ماشین هم اینجاست شانس آوردین عقلم کشید ماشین رو آوردم دوستان ما طبیعت رو تمیز کردیم و همه چی خوردیم دیگه داریم میریم مجیک آقا سر نشون بده و دوستان اینجا نام کنین اینجا نمک نام کنین المعلوم خب غیب شد نام کنین اینجا نمکه الان یه بار دیگه انجام بده بچه‌ها ببینن نام کنین الان مشخص دوباره یا تمومه خب دوستان ما داریم برمیگردیم تهران دیگه تفرش میتونه یه نفس راحت بکشه بریم یه بستنی بزنیم راه بیفتیم سیسی من موندم و خاطرات قدیم تدرم دنیا بخم به من دل خیلی دوستش داشتم چیمش بوده بله دوستان این بود پایان سفر یک روزه ما تو راه برگشتیم خیلی حالا دوستان قاره هم میدونه میگه همدان در میاد نه قاره علی خورنده اون بره سمت جاده هراکی دوستان اگه این ویدیو 10,000 تا کامنت بگیره ما میریم تو اون قاره که تو همدان در میاد نه دیگه قراره هفته دیگه بریم اصفهان اگه ولاگ اصفهان رو میخواین کامنت ها همه اصفهان ها
اصفهون نصف جهون. باریکلا. بنویسید تا ولاگ بعدی قراره همینجا هلو تفرشو بگی ولکام. رد کردیم ولکامو دیگه. گودبای تفرشیم الان. چه خوشگل. بچه‌ها نمیدونید چه هوای خنکیه واقعا. هوا درجه 1 سانست هم براتون میگیرم حتما. حالا جاده برگشتم بذار براتون وایب تهران هم که رسیدیم بچه‌ها. وایب ناظر نارنجی براتون میذارم. سی برو بریم.